سلام خوبی؟ ببخشید دیر شد. من سلام. تو ترافیک بودم به خاطر همین دیر کرد. خوبی؟ بفهم. چی میل داری؟ فرق نمیکنه. یه نسکافه. داداش دو تا نسکافه. خب از خودت بگو. چی بگم والا؟ چرا دیشب تو پیاما بهم نگفتی که اینجوری صحبت میکنم؟ ناراحت شدی؟ نه اوکیه. خب چه خبر؟ چی بگم آخه؟ بفرمایید. مرسی. اصلا یادم نبود من امروز باید میرفتم جواب آزمایش هم میگرفتم. اگه اشکالی نداره باشه یه روز دیگه همو ببینیم. خداحافظ. کجا؟ حداقل این نسکافه تو حساب میکردی. چی؟ مام بزرگم خدا بیامرز همیشه حرف قشنگی میزد. میگفت واسه شناخت آدم ها زیاد عجله نکن، چون بالاخره یه روزی یه جایی یادشون میره که داشتن نقش بازی میکردن. تو هم بازیگر خوبی نبودی، حداقل سعی کن از این به بعد آدم خوبی باشی. Bitti bak sus konuşma derinden ve düşün ver derinden nefes